بنزین رو گرون نکنیم 2 ماه دیگه ورشکست میشیم. فقط با این همه جنایتی که کردیم چجوری به مردم بگیم؟ خب نگیم، گرون کنیم خودشون متوجه میشن دیگه. عمو یه کارت بده. کارت نداریم، باید آزاد بزنی. تازه قیمتش هم شده 3 تومن. دوربین مخفیه؟ به خبری که همکنون به دستم رسید توجه فرمایید. از ساعتی قبل در تمام جایگاه‌های کشور قیمت بنزین آزاد با افزایش 200% توزیع شده است. مردم این آخوندا زندگی ما رو سیاه کردن. بسته باج دادن. ماشیناتون رو خاموش کنید، پیاده شید. نمایش تمومه. برید خونه‌هاتون. اغتشاشگران با تخریب اموال عمومی مانند تاکسی‌ها و بانک‌ها قصد به هم زدن امنیت شهر رو داشتند که با دخالت به موقع ماموران پلیس مدیریت شد. ایده‌ات خیلی شخمی بود. مردم این سری خیلی جدی‌ان. میگم بیا یه لایحه تو مجلس بدیم و برگردیم به قیمت قبلی و زودتر دکمه غلط کردم و فشار بدیم. شوخی میکنی؟ دست به مهره حرکته. هر کسی هم شرارت کرد بکشیدش. مسئولیتش با من. به واقعا حضرت آقا کوه درایت هستن. منم اینترنت رو از برق میکشم که چراغ خاموش عمل کنیم. یا خدا تیر خورده، سریع زنگ بزنید اورژانس. لیدرهای اغتشاشات که به نظر آموزش دیده توسط سرویس‌های صهیونیستی هستند، تعدادی از هموطن‌های ما رو با گلوله جنگی به قتل رساندند. مردم چرا متوجه نمیشید ما چه حیوانای بیرحمی هستیم؟ به خدا اگه شما رو نکشیم سقوط میکنیم. شما خودتونم میدونید با آبان نابود شدید و این آبان ادامه داره. سیگار اینجا ممنوع نیست. چرا؟ ولی قانون و حاکم نگاهیدن. نوبت ما هم میشه. زمین گرده عمو.